حاج خانم کجا میرید این وقت صبح؟ بعد 50 سال خانواده‌هامون اجازه دادن با هم بریم مسافرت. مدرسه رو دوست داری؟ آره، وقتی که بسته هست. نظرت راجع به اسفند ماهیا؟ اسمشون رو نیار که دلم خونه. یه جمله به خدا بگو. خدایا مثل مهبد پشت من وایسا، دشمن زیاد دارم. باشه بر روی چشم. برو بیرون یه گوهی بیار بخوریم. این روزا دیگه حتی کسی نمیرنه که توش یه چی پیدا کنم. خاله رو بیشتر دوست داری یا عمه رو؟ من بین موجودات خداوند فرق نمیذارم. خدایا همه خوبا رو کربلا بردیم، ما بدا رو هم تایلند بفرست. داداش لایکو بزن. برو بیرون یه گوهی بیار بخوریم. این روزا دیگه حتی کسی نمیرنه که توش یه چی پیدا کنم. سکینه بیا وسط. کجا میری با این عجلزا؟ باید مثل سگ کار کنم تا 40 سالگی یه خونه و ماشین بخرم. آخ مشکل برات پیش آمده کسکم. حاج خانم دعای خیر یعنی چی؟ دعای خیر یعنی دعایی که هر چی ما میخوایم خدا میگه خیر. توی اولین روزهای پاییز قشنگترین اتفاق دنیا تولد تو مهر ماهی جان. تولدت مبارک. هم تراپی رفتم هم پیش دعانویس، هیچ کدوم خواب پیش نرفت. الان عرق میخورم با دوستم. شاکر خدا بهتره. حاج آقا کدام شهر ایران بهتره برای زندگی؟ گمپه گلوم مالوم شیراز، سوال پرسیدن ندوش خنری. شادترین عروس دنیا کی بود؟ هوا بود که مادر شوهر نداشت.